وقتی کسی که دوستش داری آروم آروم از دستات سر میخوره و دور میشه، اولش نمیخوای باور کنی. با خودت میگی شاید خسته است، شاید روزای سختی داره، شاید هنوزم دوستت داره، فقط بلد نیست نشون بده. سعی میکنی بمونی، کمکش کنی، صداش بزنی، دستشو محکم‌تر بگیری، اما گاهی تمام این تلاش ها فقط کشیدن طنابیه که اون طرفش دیگه کسی نیست. رهاش کردم، نه از روی بی‌تفاوتی، نه از روی دلسردی. رهاش کردم چون خسته بودم از جنگیدن یه نفره. خسته بودم از اثبات خودم به کسی که مدام در حال رفتن بود و تمام. و حالا شبا به آسمون نگاه میکنم، به ماه، به چراغای دور، به جایی که شاید اونم زیر این آسمون نفس میکشه. دلم تنگ میشه اما دیگه صداش نمیزنم، چون یاد گرفتم بعضی رفتنها بخشی از موندن ما با خودمونه. آره.